داخل این ویدیو من قراره دوئل بزنم، اما هر بار که توسط حریفم داخل این دوئل شکست بخورم و کیل بشم قراره 10 سنسیویتی بهم زیاد بشه. از اونجایی که هر بار که من بمیرم سنسیویتیم بیشتر میشه، قراره خیلی بازی سخت‌تر بشه و من هدفم اینه که کمتر داخل این ویدیو بمیرم و سنسیویتی نرمالی داشته باشم تا بتونم باهاش حریفمو داخل این دوئل شکست بدم. پس تا آخر ویدیو رو نگاه کنید تا ببینیم آیا میتونم یک مچ دوئل رو وین بکنم یا نه. نورمال سنسیویتی که من باش بازی میکنم 80 و اگه مردم وای نه من اسنایپ کشیدم. آره بزن بریم. هیچی رو دانلود ندارم، تازه آپدیت کردم. ایول سلام دوستان، من ومپیر هستم. آره اسمش ومپیر داخل کالاف و اسمم وریول. یو ابرفاز دمیج سگ بمیره. ایول خب اوکی چیه؟ بمیر دیگه داداش. من تازه اومدم داشتم بازی میکردم. داداش بمیر تا دیگه باید بمیر. 4 سال داشتم بازی میکردم. 4 ساله داری بازی میکنی؟ 4 سال. نه 4 سال 2 ساله. من خودم 2 سال نیست بیشتر دارم بازی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر قوی است. راستی بذار سنسیویتیمو برم بالا. چون قراره اینطوری پیش بره. نزن نه این بگیری روم خط گیری کنی. وایسا شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالفضل داداش چی کار میکنی؟ خب وایسا من اینو ست کنم. صدش بکن. بسم الله. دیگه داره از حالت نرمالش در میاد. بمیر اصلا ایمم درست نمیتونم بگیرم. یا ابوالفضل در بره نه تنها مجازات میشم بلکه تازه گیمم برام سخت‌تر میشه و بیشتر کیل میشم. تازه مساوی کنم. بابا من نمیتونم بزنمت. من هر ساعت فقط باید سنس عوض کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نمیتونم با این سنسیویتی پلی بدم. خوشبالت که اینقدر سنسیویتی دال بیام. خب دیگه هالیدی پشمون. راستی بهتون نگفتم داداشم هالیدی داره. بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. بزن. یس هدشات پشمون. هدشات باورم نمیشه. دیگه کیو بکشیم بر. بابا میگم لوکاس بکشیم. چرا من اشتباه میکنم؟ خط نگیر دیگه. نه بابا فقط ایدی. با چرا لوکاست فاس ایدیف نمیکنی؟ بابا چرا اینقدر دمیج میشی؟ نمیدونم داره تو پا میزنی. وای بابا من سنسیویتی میخرم. تو چطور دیگه بزن. نزن 130. بچه ها لایک کنی ساب کن. آره تو باید ساب کنی. آره تو هنه که ویدیو 130 نمیدونم تا 300 هم میره. من نمیدونم کی با 300 بازی میکنه. نمیدونم من بازی نمیکنم. هیچ کس با 300 بازی نمیکنه آخه. اوف چه هیپ فایری پشمام. یه دونه تندرا بکشیم. اوکی خیلی میس میدم. بله اصلا من میس نمیدم. 100% مثلا سنسیویتی 100 فاجعه است. اوه چی زدم پشم. خودم نمیدونم چطور زدم. بازی 5 آره 9 یس لطفا نه تو کامنت بگی نوبی و نمیدونم چی با ما دوئل بزن. من دارم دوئل میزنم فقط به خاطر اینکه کانتنت بسازم، وگرنه من با خودم بتر پلیرم. یعنی بترم قوی تر از مولتیمم. لطفا نه تو کامنت بگید من آره آره من خودم نوبم. یو ابوالفضل من اسنایپمو انداختم. یه فست اسکوپ. بابا بعد میخورد تو پاد ولی ریجستر نشد. اوکی کنم گیری نکن پشمون. 150. بسم الله. خب 150 با این اصلا دیگه 160 میشه 170. واو فایر بشه. یه خودم این نید زدن بهت یاد دادم. بابا یه لحظه
نته. بسم الله. ببین اوکی. یک بار 14 نه کلا میگم. کلا کنم از اینجا میاد چون بازیشو حفظ کردم. یس. بابا ببین وای بابا پشمان بمیر دیگه. این پایینی ها مجازن یا قدرت ها؟ قدرت ها کدومه؟ آره پایینی ها مجازن؟ آره خب اوکی من میخوام یک کار کثیف بکنم. میتونی میذاری انجامش بدم یک کار کثیفو؟ بزن انجام بدم؟ انجام خب یه پلی بده دیگه. پلی دارم میدم یا حضرت عباس ببین خب. اگه گفتی میخوام چیکارت کنم. نه فیلیشه کابوس من برو. بابا این منو گیج کرده این ماشین. تو بالایی؟ وای بگیرش. بابا تو چرا چرا زنی؟ قرار بود فیلیشه هم کنی دیگه زدمه. وای بازی داره تموم میشه. وای اشکالله مساوی بشید نه دیگه انشالله نه. بازی یو ابلفس هدشات شانسی دارم با این سنسیویتی شانسی میزنم. اوکی دارم اوکی میزنم و اینکه وای نه 42 چند ثانیه اینجا این بابا این زرده چیه اومد؟ بابا ببین 15 ثانیه. دو اول پس نمیتونم ریلود کنم. وای فایر زدی؟ نه اوکی مشکلی نیست. بزن بریم. تمام تموم شد. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the که داداش نظرت در مورد بازیم بگو. بازی خوب بود من یکم فکر کنم به موقعی که من میخواستم بهت بزنم بهت نمیخورد. بچه‌ها دروغ میگه من نوبم. چون من نوبم درخواست دوئل نکنید و اینکه به جای که درخواست دوئل کنید لایک و ساب کنید ما بیایم بالا ویدیوهای بیشتر کانتنت های که با کیفیت تر بذاریم. خدا نگهدار.